افغانستان سرزمینی است با سابقه طولانی مذهبی و مردمی پایبند به عقاید و ارزش‌های دینی، چنانکه تا پای جان بر سر اعتقاداتشان ایستاده و خونها داده‌اند. در این قلب پرتلاطم زمین، مراسم عزاداری عاشورای حسینی آداب و رسوم مختص به خود را داشته. مراسمی چون سخنرانی، منقبت‌خوانی، نوحه‌خوانی و به راه انداختن دسته‌های عزاداری با پوشش یک دست سیاه و سبز و علم حضرت امام حسین علیه السلام که دستی به نشانه استقامت باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس در بالای آن قرار گرفته است. اکرام افغانستانی و روحانیت صورت گرفته است. امام حسین وقتی در دشت کربلا به شهادت رسیدند، این پیروزی بر امام حسین بود و این پیروزی برای این بود که تا آخرین نفس تصمیم منکر نشد و با شهادت داد که خون بر شمشیر پیروز گشت.